وقتی منوچهر از مهرورزی زال و رودابه آگاه شد، آشفته خاطر گشت. موبدان را فرا خواند و به آنان گفت: من دست دشمنان و بدخواهان را از سراسر ایران کوتاه کردم و بیم دارم اگر این پیوند انجام گیرد و از این دو فرزندی در وجود آید، باشد که جانب مادر گیرد و ایران شهر را به آشوب و رنج اندازد. همه موبدان گفتند که از ما تو داناتری، همان کن که دانی. منوچهر پسرش نوذر را احضار کرد و وی را به گرگساران دنبال سام فرستاد. سام سوی منوچهر راهی شد. چون به درگاه رسید، برخیش بر تخت بنشاختش، چنان چون سزا بود بنواختش. سام پیروز شدنش را بر سرزمین گرگساران به عرض منوچهر رساند. منوچهر از این مژده شادمان شد. روز دیگر او را گفت: به هندوستان برو و مهراب و پایتختش و پیوستگانش را از بین ببر. سام با لشکری گران آماده جنگ و راهی کابل شد. مهراب و زال از نیت منوچهر و حرکت کردن سام آگاه شدند. زال گفت: اگر پدرم قصد ویران کردن کابل و کشتن مهراب کند، نخست باید مرا نابود سازد. آشفته حال پیش پدر رفت، بر پدر آفرین خواند و نالید و زارید و گفت: همه مردم از داد تو شادمان، ز تو داد یابد زمین و زمان. مگر من که از داد بی بهره ام، وگرچه به پیوند تو شهره ام. ز مادر بزادم بینداختی، به کوه اندرم جایگه ساختی. تو را با جهان آفرین نیست جنگ، که از چه سیاه و سپید است رنگ. کنون کم جهان آفرید پرورید، به چشم خدایی به من بنگرید. و دور از تو به جای آرام و قرار یافتم. به کابل رو نهادی که خانمان مرا ویران کنی. کدام پدر بر پسر چنین ستم روا داشته است؟ به اره میانم به دو نیم کن، ز کابل مپیمای با من سخن. سام گفت: همه گفته هایت راست است. نامه‌ای به شاه می نویسم، آن را ببر. اگر یار باشد جهاندار ما، به کام تو گردد همه کار ما. آنگاه نویسنده را پیش خواند. نامه را به ستایش یزدان پاک آغاز کرد. سپس شاه را درود و آفرین گفت و بعد به بیان حال و خدمت‌های خود و دلباختگی زال پرداخت و گفت: چنان به مهر دختر مهراب گرفتار شده که هر کس او را ببیند بر او می‌گرید. وی را با دلی دردمند اما پر امید به خدمت فرستادم تا شاه در حق وی آن کند که مهتران را سزد. چون نامه به آخر رسید، زال برگرفت و به سوی شاه رفت.